صحابه زن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد گفت این زن تو من زنا کردم حضرت قانون خدا را بالای من جاری که مرا سنگسار کرد. پیغمبر رو گردن گفتن شاید دستی ترا قبیده باشه. گفت من زنا کردم. گفت شاید آغوشت کرده باشه. گفت من زنا کردم. گفت شاید بوست کرده باشه. هر بار پیغمبر انکار میکرد و اقرار میکرد. و پیغمبر گفت قانون خدا را بالاش جاری کنید. وقتی میخواستن گفتن حضرت جان حامله. حضرت گفت تو حامله یا باید سنگسار نشه برو. و وقتی کودک تولد شد در ایالت پیچان حضرت جان گفت من کودک به دنیا آوردم قانون خدا را بالای من جاری. حضرت گفت این شیر میخوره. 2 سال بعد این قرنان آورد گفت حضرت جان این کودک دیگه محتاجی شیر نیست میتونه نان بخوره قانون خدا را بالای من جاری کرد. و پیغمبر امر کرد اولین کسی به سنگ زد کی زدش؟ خالد ابن ولید زد. وقتی خونش پرید گفت خدا خونی پلید تر رسوا کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم قدر ناراحت شد گفت